یکی از مهمترین جنگ‌ها در دوران معاصر حمله شوروی بر افغانستان بود. دوران جنگ سرد بود و تنش‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده بود. اما با حمله شوروی به افغانستان دوباره آتش جنگ سرد داغ شد. در این ویدیو خواهیم دید که چرا شوروی به افغانستان هجوم آورد، هدف از این جنگ چی بود و اینکه شوروی که در اکثر جنگ‌ها پیروز بود چرا بازنده این جنگ شد. افغانستان کشوری است که در خشکی محاصره شده و از لحاظ جغرافیایی کشور کاملا کوهستانی است، اما همیشه در طول تاریخ یک نقطه استراتژیک بوده. در قرن 19 افغانستان مورد توجه امپراتوری بریتانیا و شوروی قرار گرفت. این دو ابرقدرت افغانستان را به عنوان یک منطقه واسط می‌دید، یعنی مرز بین دو امپراتوری. در سال 1933 ظاهرشاه به پادشاهی رسید و 40 سال بر افغانستان حکومت کرد. این دوره معمولاً دوره آرام و بدون جنگ بود. هدف ظاهرشاه این بود که افغانستان را تبدیل به کشور مدرن کند. در همین دوره سازمان ملل افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل شناخت. در سال 1973 ظاهرشاه به ایتالیا سفر کرد و در همین زمان پسر کاکایش داود خان کودتا کرد و حکومت را به دست گرفت. نظام پادشاهی به جمهوری تبدیل شد. داود خان به مردم وعده پیشرفت اقتصادی داد و برنامه 7 ساله‌ای را آغاز کرد تا در این مدت افغانستان به رشد مطلوب اقتصادی برسد. از لحاظ نظامی هم با هندوستان همکاری داشت. اما در همان ابتدای حکومتش با حزب دموکراتیک خلق به مشکل خورد. حزب خلق چی بود؟ یک گروه کمونیستی که روابط بسیار مستحکمی با شوروی داشت. تا سال 1978 داود خان به مدت 5 سال هیچ کدام از وعده‌هایش را عملی نکرده بود. او روابط خود را با کشورهای غربی آغاز کرد و حزب خلق از این نقطه به بعد حضور داود خان را خطری برای امنیت کشور می‌دانست. همین عقیده باعث وقوع انقلاب دیگر شد، انقلابی که به نام انقلاب ثور مشهور شد. در 27 آپریل 1978 تنش‌ها به اوج خود رسیده بود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یک کودتای خونین حکومت محمد داود خان را سرنگون کرد. انقلاب ثور متولد شد، انقلابی که وعده برابری و عدالت میداد. اما این وعده ها خیلی زود به اجبار تبدیل شد. دولت جدیدی که از حمایت شوروی برخوردار بود، اصلاحات اجتماعی سریع و اجباری را آغاز کرد. زنان مجبور به برداشتن حجاب شدند، زمین‌های مالکان بزرگ مصادره شد و قوانین سکولار به سرعت اجرا شدند. طبق نوشته‌های یکی از تاریخ‌دانان افغانستان، مشکل این نبود که اصلاحات انجام بشد، مشکل سرعت و شیوه اجرا بود. دولت می‌خواست در چند ماه کاری کند که به طور طبیعی باید 10 سال طول می‌کشید. این انقلاب با حمایت مستقیم شوروی انجام شده بود. در جریان درگیری‌های کابل نزدیک به 2000 نفر کشته شد و داود خان و خانواده‌اش نیز در میان کشته‌ها بودند. اسم کشور به جمهوری دموکراتیک افغانستان تغییر یافت. دولت جدید توسط 2 حاکم اداره میشد. حفیظالله امین به عنوان نخست وزیر و نور محمد ترکی به عنوان رئیس جمهور. در این دوره مالیات افزایش یافت. آنها حامی زنان بودند و اعلام کردند که قوانین قدیمی و سنتی دیگر در افغانستان جای نخواهد داشت. هر کس در هر جا علیه حکومت صحبت میکرد فوراً دستگیر و کشته میشد. هزاران نفر در مدت کوتاه اعدام شدند. مردم قریه ها مجبور به پرداختن مالیات های سنگین بودند. مردم از این ظلم خسته شده بود و دست به اعتراض زدند. واکنش مردم خشم‌آلود و خونین بود. در مارچ 1979 قیام هرات رخ داد. هزاران نفر علیه دولت ایستادند و 10 مشاور شوروی را کشتند. این رویداد زنگ خطر بزرگ برای مسکو بود، اما زنگی که نادیده گرفته شد. رهبران گروه‌های معترض متحد شدند، کنترل بعضی مناطق را به دست گرفت و گروهشان بزرگتر شد. در این زمان شوروی به طور غیر مستقیم به نور محمد ترکی کمک نظامی میکرد. اما اختلافات بین ترکی و امین آغاز شد و در نهایت منجر به قتل ترکی شد. از طرف دیگر نیروهای دولتی وقتی برای جنگ با مجاهدین حرکت میکرد، بسیارشان نمی جنگیدند و با مجاهدین می پیوستند. رهبر شوروی لیونید برژنف ترس بزرگی داشت، این که تغییرات افغانستان منجر به تشکیل حکومت اسلامی شود، چیزی که در ایران افتاده بود و ایران نه با امریکا و نه با شوروی رابطه خوبی داشت. ترس برژنف همین بود که چنین اتفاق در افغانستان هم بیفتد. در مسکو رهبران شوروی وضعیت را با نگرانی دنبال می‌کردند. برژنف که بیمار هم بود در دسامبر 1979 جلسه مهمی با مشاورانش گذاشت.
مشکل این بود حفیظ الله امین نتوانسته بود کشور را کنترل کند و حتی وفاداریش به مسکو زیر سوال رفته بود. نقل قولی از صورت جلسه مسکو: امین در حال مذاکره پنهانی با آمریکایی هاست. اگر افغانستان را از دست بدهیم جمهوری های مسلمان نشین ما نیز در خطر خواهد افتاد. به همین دلیل تصمیم گرفتن امین را حذف کند. اول تلاش کرد او را مسموم کند که زنده ماند. بعد از آن تصمیم گرفتن با اسنایپر او را بزند. تیر خطا رفت. و قسمت جالب داستان این بود که امین هنوز به شوروی وفادار بود و حتی شک نکرده بود که پشت این ترورها شوروی باشد. در شب 24 دسامبر 1979 جهان در حال آماده سازی برای جشن کریسمس بود. اما اولین طیاره اضطرابی شوروی با سربازان مجهز در میدان هوایی کابل نشست. عملیات طوفان 333 آغاز شده بود. عملیاتی که قرار بود سریع و به دردسر باشد. هدف این بود که کابل از نیروهای مجاهدین پاکسازی شود. نقاط کلیدی به تصرف در بیاید و نیروهای افغانستان خلی سلاح شود. 8000 سرباز، 1800 تانک و 2000 موتر مسلح وارد افغانستان شدند. بدون مقاومت خاص راههای ارتباطی و میدان هوایی را گرفتند. نیروهای افغانستان هم مقاومت خاصی نداشتند. در هفته‌های اول شوروی توانست بخش عظیمی از قدرت افغانستان را از بین ببرد. اکثر سلاح‌ها به دست شوروی افتاد. امین با شنیدن این خبرها هنوز فکر می‌کرد شوروی برای کمک آمده. برای سومین بار امین را مسموم کردند. 650 نیروی ویژه کاگب و اسپتسناز همراه با افغان‌های مخالف امین به کاخ تاجبک حمله کردند. درگیری بسیار شدیدی بین 2500 محافظ کاخ و نیروهای شوروی شکل گرفت. نیروهای ویژه با لباس‌های سربازان افغان وارد کاخ شدند. چند ساعت بعد امین کشته شد. طبق خاطرات یکی از سربازان شوروی: وقتی وارد کاخ شدیم همه جا پر از اجساد بود. فکر میکردیم کار تمام است. نمیدانستیم تازه اول ماجرا شروع شده. روزهای بعد موج بزرگی از نیروهای شوروی وارد افغانستان شدند. ببرک کارمل که سالها در تبعید در مسکو بود به عنوان رهبر جدید معرفی شد. هدف شوروی حالا این بود: از بین بردن مجاهدین و داشتن افغانستان آرام و تحت کنترل. اما افغانها قرنها با اشغالگران جنگیده بودند و این بار هم مقاومت کردند. ولی این مقاومت با گذشته دو تفاوت داشت. اول، ایدئولوژی اسلامی محور آن بود. دوما، حمایت بین المللی گسترده داشت. در روزهای اول شوروی کنترل شهرهای مهم را به دست گرفت، اما 80% خاک کشور در اختیار مجاهدین بود. اما مجاهدین با ایمان، انگیزه و روحیه بالا وارد جنگ می شدند. در این زمان در پاکستان هم بازی بزرگ آغاز شد. سازمان CIA با همکاری ISI پاکستان عملیات عظیمی برای حمایت از مجاهدین راه اندازی کرد. هدف واضح بود: شوروی را در پاتلاق افغانستان گیر بیاندازد. طبق گفته‌های مأمور سابق CIA ما آن را عملیات سیکلون نامیدیم. بودجه سالانش به $600 میلیون رسید. استینگرها بازی را تغییر دادند. برتری هوایی شوروی با وارد شدن استینگرها از بین رفت و تنها آمریکا نبود. انگلیس، عربستان، ایران و حتی چین کمونیست هم از مجاهدین حمایت کردند. کشورهای اسلامی مجاهدین را نیروی مسلمان می‌دیدند که در برابر تجاوز کفار می‌جنگد. بخشی از مجاهدین در پاکستان و ایران آموزش می‌دیدند و مرزهای این دو کشور مسیر ورود اسلحه به افغانستان بود. بزرگترین بخش این جنگ در سال 1980 تا 1985 رخ داد. دره پنجشیر نقطه حیاتی بود. فرمانده مجاهدین دره پنجشیر احمد شاه مسعود بود. او از راه‌های صعب العبور برای از بین بردن تانک‌های شوروی استفاده می‌کرد. روشی که بسیار موفق بود. اولین درگیری پنجشیر شوروی را شوکه کرد. 3 گروه از نیروهای ویژه برای مبارزه با یک گروه کوچک مجاهدین فرستاده شد. شوروی فکر می‌کرد پیروز می‌شود، اما جنگ چریکی مسعود سالها کار کرد و برای شوروی داغ بر گلو بود. وقتی شوروی دید نقشش جواب نمی‌دهد، برنامه را تغییر داد. می‌خواست دوباره تجهیز شود، اطلاعات دقیق از پنجشیر جمع کند و با قدرت کامل حمله کند. روی کاغذ عالی بود، اما اینجا یک امای بزرگ وجود داشت. شوروی هرچند ابرقدرت بود، اما تجربهش از جنگ بیشتر با ملت‌های اروپایی بود. روحیه و ساختار جنگ مردم افغانستان زمین تا آسمان با اروپایی‌ها فرق داشت. شوروی هیچ شناختی از جنگ با افغان‌ها نداشت و در نهایت نقشه عملیات را اجرا کردند، اما باز هم شکست خوردند و عقب نشینی کردند. بعد از این نبرد شوروی پنجشیر را کاملا ترک کرد. یکی از اهداف این عملیات بمباران زمین‌های کشاورزی بود. شوروی باور داشت وقتی زمین‌ها از بین برود مجاهدین از گرسنگی تلف می‌شود. اما این کار فقط مردم ملکی را کشت.
و نفرت عمومی از شوروی را چند برابر کرد. در ادامه آتشبس بین فرماندهان شوروی و احمدشاه مسعود امضا شد. در این آتشبس بعضی ها از مسعود انتقاد کردند، اما هدف او این بود وقت بگیرد، نیروهایش را تجهیز کند و جنگ را دوباره تا شکست کامل شوروی ادامه دهد. در مارچ 1985 تغییر مهمی در مسکو رخ داد. میخائیل گورباچوف به قدرت رسید. او دیدگاه متفاوتی داشت. طبق گفته خودش ما داریم جوانان خود را در کوهستان‌های افغانستان از دست می‌دهیم. در حالی که اقتصاد ما در حال فروپاشی است، این دیوانگی محض است. گورباچوف همزمان دو کار کرد. مذاکرات صلح در ژنو را سرعت داد و عملیات نظامی را تشدید کرد تا از موضع قدرت مذاکره کند. اما این هم نتیجه نداد. مجاهدین حالا با سلاح‌های پیشرفته‌تر دسترسی داشت. شوروی که نتوانسته بود مجاهدین را شکست دهد، تاکتیک‌های وحشتناکتری به کار گرفت. اگر نمیتوانست جنگجویان را بکشد، مردم را هدف گرفت. ماین‌های پروانه‌ای PFM-1 هزاران کودک را قربانی کردند. ماین‌های با رنگ‌های روشن و شکل جذاب. در سال 1987 عملیات بزرگ انجام شد. هدف این بود که شوروی دوباره قدرتش را نشان دهد و منطقه بین کابل و خوست را بگیرد. این عملیات بزرگ و حیثیتی بود، چون رسانه‌های جهان داشتند شوروی را مسخره می‌کردند. 20,000 نیروی شوروی و 8,000 نیروی افغان در آن شرکت کردند. در ابتدا کار خوب پیش رفت. تانک‌ها وارد شدند. مجاهدین مقاومت کردند، اما حجم آتش شوروی زیاد بود و مجبور به عقب نشینی شدند. گروهی که نتوانستند عقب نشینی کنند محاصره شد و شوروی به جای اسیر گرفتن همه‌شان را بر رگبار بست. در روز اول 6 تا 10 نفر از شوروی و حدود 250 نفر از مجاهدین کشته شدند. عملیات چندین هفته طول کشید. در نهایت شوروی به برخی اهدافش رسید، اما مجاهدین با جنگ چریکی دوباره مناطق را پس گرفتند. شوروی خسته شده بود. هر جا را می‌گرفت پس از مدت دوباره از دست می‌داد. پس از 6 سال مذاکره توافقنامه ژنو در 14 آپریل 1988 امضا شد. شوروی متعهد شد که طی 9 ماه از افغانستان خارج شود، اما این خروج پیروزمندانه نبود. طبق خاطرات ژنرال گروموف، ما در حال فرار نبودیم، اما قطعا در حال شکست خوردن بودیم. هرچی به مرز نزدیکتر می شدیم، حملات مجاهدین شدیدتر می شد و سرانجام صبح سرد 15 فوریه 1989 آخرین قدمهایش را از خاک افغانستان برداشت. وقتی از پل دوستی عبور کرد و وارد شوروی شد، تاریخ ثبت کرد جنگ افغانستان برای شوروی تمام شد. وقتی حساب نهایی جنگ را نگاه میکنیم، ارقام حیرت انگیز است. در نهایت شوروی توسط سازمان‌های حقوق بشر به جنایت جنگی محکوم شدند. بارها از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و یکی از عوامل سقوط امپراتوری شوروی شکست در افغانستان بود.